و ما منتظر اون بود. طور پیش می رود، اما ما آدم های فوق العاده ای داریم. اما اینها آدم های They asked for a timeout. They wanted to go. آنها درخواست Did you ever think I'd be doing this for a living? ترامپ از شنیدن تهدیدهای اهالی جمهوری اسلامی علیه خودش هم متعجب و هم عصبانی و هم حتی اندکی ترسیده شاید به نظر می رسد. او معلوم نیست چگونه با این تهدیدها تصمیم به سفر به ترکیه گرفت. زیرا هتل محل اقامت او در تیررس موشک‌های جمهوری اسلامی قرار داشت و آنها اگر می‌خواستند می‌توانستند به او آسیب برسانند یا خطری جدی برایش ایجاد کنند. در تمام مدت اقامت او در ترکیه صداهای بلندی از داخل ایران شنیده می‌شد که بزنیدش. خودش با پای خودش آمده نزدیک ما، بزنیدش. این مردم از چیزی نمیترسن، پشت مسئولینی وای میستن، پشت کسانی وای میستن که در خونخواهی رهبر شهیدشون همه جوره تمام قد ایستادگی کردن. حالا ترامپ نزدیکی مرزهای ماست، در تیررس ماست، در ترکیه است. ما تا خون سگ نحس نجسی مثل ترامپ رو روی زمین نریزیم دست از هیچ مقاومت و ایستادگی بر نمیداره. انتقام به معنای والای خودش، سر جای خودش، قصاص این نفس نجسی که با هر نفسش انگار حوالی و پیرامون خودش رو آلوده و آلوده تر میکنه، سر جای خودش باید محفوظ بمونه. این حق طبیعی مردم ماست، این مطالبه حقیقی مردم ماست که ببرید نفس سگ زرد نجس دونالد ترامپ رو و ما منتظر اون روز.